همه ما باید تجربه عاشقانه بزرگ داشته باشیم، اینو تجربه کرده باشیم. عشق هم فقط در جنس مخالف نیست. یه وقت هست پسرت دوست داری، دخترت دوست داری، یه وقت هست وطنت دوست داری. ژان کوکتو شاعر و نمایشنویس بزرگ فرانسه میگه کافیست یک نفر را دوست بداری، همه را دوست خواهی داشت. یعنی تجربه عشق نفرت رو در شما از بین میبره. اگر الان بچه های مردم معتادن برای که ما عشق رو تجربه نکردیم. اون قاچاقچی بیرحمه، عشق نمیشناسه، بچه مردم میکشه. بچه خودش رو یه بار عمیقا دوست داشت 1000 سال این کار نمیکرد. اون کسی که سر اون زنی میبره عشق نیست، انسان رو دوست نداره. ریشه تمام اختلاسات، دزدی ها، جنایت، اعتیاد